جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی را معاون رئیس شهر دوشنبه معاون رئیس شورای هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی دلبر عادلزاده افتتاح نموده اوید به اهمیت شورا در تحکیم هماهنگسازی فعالیت ساختارهای دولتی و بخش خصوصی اینچنین رشد استواری ساحه سیاحی در پایتخت ابراز نظر نمود. در نتیجه سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان و تدبیرهای پیگیرانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی، ساحه سیاحی با یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی تبدیل یافته برای معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی و رشد اقتصاد شهر نقش موثر می‌گذارد. در ادامه جلسه مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اوید به کارهای انجام داده شده در سمت رشد ساحه سیاحی و تطبیق برنامه‌های ساحوی در پایتخت سخنرانی نموده، مسائل مربوط به بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله وضع خدمت‌رسانی در مهمانخانه‌ها، طربخانه‌ها و مرکزهای سودا، فعالیت فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی و تاکسی، اینچنین مسئله آماده‌سازی و تکمیل اختصاصی کارمندان ساحه خدمت‌رسانی و راهبلدان محاکمه گردیدند. ذکر شد که بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن رقابت‌پذیری شهر دوشنبه همچون مکان جالب سیاحی به حساب می‌رود. در روند شورا افتتاح QR-کدها به عمل آمد و نگفته نماند که این QR-کدها باشد در تمام آن اسپکت‌های خدمت‌رسانی ساحه سیاحی از قبیل تمام آن باغ‌های فرهنگی و فراغتی که هستند نصب گردیدند و این باشد طریق اودیویی و متنی با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی معلومات را برای هر یک مهمانی که به شهر دوشنبه می‌آید توسط QR-کد پیشنهاد می‌گردد و در نظر است که این QR-کدها در آینده با زبان‌های چینی و عربی نیز پیشنهاد تمام مهمانان گردیده باشد. در ادامه لایحه اینواتسیونی کوی راهنما معرفی گردید که با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه عملی شده است. لایحه در همکاری با جامعه شهروندی تهیه گردیده امکانیت فراهم می‌آورد که استفاده برندگان توسط اسکن نمودن کوی رمزها درباره 45 انشاءات تاریخی، فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه معلومات مفصل را با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متن و اودیو دسترس نمایند. در مرحله من بعد تطبیق لایحه اعلان نمودن زبان‌های چینی و عربی نیز در نظر داشته شده است. علامت‌های کوی راهنما از سنگ مرمر آماده گردیده در نزد انشاءات مهم سیاحی پایتخت نصب شدند. امروز اکثر سیاحان معلومات را توسط تلفن‌های هوشمند دسترس نموده و منبع‌های رقمی افضلیت می‌دهند. از این رو جوری نمودن نظامی کوی راهنما به طلبات معاصر بازار جهانی سیاحی جوابگو بوده، قدمی مهم در سمت رقمی کنونی خدمت‌رسانی‌های سیاحی در شهر دوشنبه محسوب می‌شود.